حدیثی را دیدم که خواستم را پیش از صحبت بر شما برسانم که این در حیات حضرت اسامه ابن زید رخ دادگی بود. حضرت اسامه میگوید یک روز میگد پیغمبر خدا در مسجد، تمام مردم در اطرافش جمع بودند و رسول اکرم بالای منبر برآمدگی بود و مردم از خدا و از پیغمبر خدا خبردار میکرد، از قیامت و از گور مردم میترسانید. اسامه میگوید من در یک گوشه هم بودم و نگاه کردم که تمام مردم در گریه هستند، همه گریه دارد، همه از گور میترسد، از قیامت میترسند، آبهای چشمشان داشته نمیتونند. اسامه میگوید من هر چی که میکردم آبی چشمم نمیریخت. از این کردار خودم ناخوش شدم که چرا که آبی چشمی همه میریزد لیکن آبی چشمی من نمیریزد. مجلس تمام شد، تنها نزد پیغمبر خدا آمدم. متن حدیث هم ته هست: یا رسول الله اشکو الیک من جمود العین. اسامه میگد آمدم نزدش، گفتم پیغمبر خدا یک شکایتی دارم. گفت چی شکایت داری؟ شکایتم همین است که چشمهای من یخ کردگی هست. جمود این از کلمه یخ است. چشمهای من یخ کرده است، هر حرکتی که میکنم از داخلش آب نمیبراید. رسول اکرم چی حالت باشد؟ پیغمبر خدا چیکار کردن؟ میگد اسامه میگد وضع یدیه علی صدری، دستش میگه پیغمبر خدا آورد بالای سینه من ده گذاشت و چی گفت؟ گفت اخرج یا عدو الله، ای دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو. با مجرده که میگه این سخن از زبان پیغمبر برآمد، ای دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو، ثم بکیتو، آبی چشم دیگر داشته نشد، آبی چشمم هم تریختن گرفت. میگه گفتم رسول اکرم این سبب در چی بود؟ در دل من چی بود که تو گفتی دشمن خدا از دل اسامه بیرون شو؟ چی بود در داخل دل من؟ رسول اکرم چی گفتن؟ اسامه گفتن جمود العین من قسوت قلبک، این چشمی که از تو یخ کرد آبش جاری نشد، این سببش این است که اسامه دل تو سیاه شده بود. این ابعد الناس من الله القلب القاسی، پیغمبر گفته است بدرستی این که دورترین مردم از خدا کی هست؟ همون شخصی است که دلش سیاه هست. اسامه حیرت ماندن، گفتن رسول اکرم من 5 وقت نماز با جماعت میخوانم، من خدا را میشناسم، این سیاهی از کجا پیدا شد؟ رسول الله گفتند قسوت قلبک من کثرت الذنوب، این سیاهی دل تو اسامه گفت از بسیاری گناه تو پیدا شد. تو گناه را بسیار کرده، تو نافرمانی خدا را شاید در پنهانی بسیار کرده باشی که این دل تو را سیاه کرده است. رسول اکرم میگوید این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکته سودا فی قلبه فاذا تاب سقل منها فاذا زاد زادت. این ابو هریره روایت میکنه حدیثه. چی گفت از پیغمبر؟ گفت است وقتی که اگر بنده مؤمن گناه میکند خداوند به منزله یک نوگ سوزن واری در بالای دل او یک نقطه میگذارد. وقتی که اگر بنده پشیمان شد از گناه سقل منها، خدا در حال اون نقطه را دور میکند. فاذا زاد
لیکن ناترسانه با گناه را دوام داد، زادت. خدا نقطه سیاه را زیاد میکنه، یعنی دل از گناهی بسیار سیاه میشود. در دوام پیغمبر خدا چی گفت؟ گفت میدان اسامه که گناهی بسیار از چی پیدا میشود؟ با چی سبب بنده گناهگار میشود؟ با چی سبب؟ اسامه سوال کردن، گفت کثرت الذنوبک من نسیان الموت. میدانی گفت اسامه بسیاری گناهی تو، گفت اسامه پیدایشش از این است که تو مرگ فراموش کردی، تو مردن فراموش کرده ای. تو از این به خاطر هستی که تو بالای پات حرکت داری، امروز تنی صحت داری، لکن در پیش مرگ منتظر توست. تو از مرگ فراموش کردی. حضرت گفتند رسول اکرم بهر چی من مرگ فراموش کردم؟ چرا این طور شد؟ رسول الله گفت که من طول الامل، زیرا که در دل تو آرزو بسیار است، تو نقشه های بسیار که در دل داری، آرزوهای بسیار که در دل داری، از این خاطر تو مرگ فراموش میکنی. در اصل آن آرزو امیدهایی که در دل ما و شماست که سال آینده فلان کار انجام میتم، سال آیندهش فلان کار انجام میتم، اینا آرزوهایی هستند که ما و شما فقط همون سال منتظر هستیم. آمدن مرگ از خاطر ما و شما دور میشود. در دوام رسول اکرم گفتند میدانی که آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ اسامه گفتند نه یا پیغمبر، به علم خدا تو خداوند داناست، از چی آرزوی بسیار از چی پیدا می شود؟ رسول الله گفتند من حب دنیا، از محبت دنیا آرزوهای بسیار پیدا می شود. آدم دنیا را دوست بدارد، محبت در دلش بسیار می شود. محبت دنیا در دلت که غلبه کرد، آرزوهای بسیار در دل تو پیدا می شود. و رسول الله در آخر گفتند، اسامه گفتند از این روز اعتبارا دل تو که صاف شد، دل تو تازه شد، ولکن رأس کل خطیه حب دنیا، سری همه خطایی ها گفت اسامه بدان که دوست داشتن دنیا هست. کسی دنیا را دوست می دارد آخرت بد می بیند، کسی که دنیا را دوست می دارد مردن بد می بیند، قبر بد می بیند. این چی است؟ این نشانه او هست که این آدم محبتی بر دنیا دارد. فکر میکند که در دنیا من ابدی هستم، یک تصور نمیکند که رسول اکرم کجا شد، یک تصور نمیکند که بهترین بعد رسول اکرم ابوبکر صدیق کجا شد، عمر کجا شد، عثمان کجا شد.